سلام دوستان عزیز، در این ویدیو تبدیل طاقت به معادله لگاریتم را میخوانیم که اگر ما یک معادله مثل y مساوی به 3x داشته باشیم چه قسم بتونیم به یک لگاریتم تبدیل بکنیم. ما برای تبدیل همچون معادلاتی لگاریتم را خودش هم می نویسیم. این y که در اینجا قرار دارد باید که عددی خودی لوگ شود که y لوگ y و اینجا این سه که در اینجا داریم عدد ثابت یا هر چیزی که باشه فرق نمیکنه، باید قاعده لگاریتم شود و اینجا سه قاعده ما شد. لوگ y به قاعده 3 مساوی است به x و این x که در توان داریم باید مساوی لگاریتم ما باشد. پس تبدیلی همچون معادلاتی یا طاقت های y مساوی به 3 به نام x را به راحتی تونستیم به لگاریتم تبدیل کنیم. و اگر خواستین که اینا پس دوباره به عدد طاقت هی تبدیل کنید یا که لوگی برای شما داده بشه که بخواهد که به طاقت تبدیل کنین، شما اینه وای را میگیرید خود وای و اینجا عدد اما قاعده را به نامای مساوی اما لوگ ما قرار میدیم که اینجا قاعده ما 3 است، مساوی لوگ ما هم که x است. امیدوارم ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را دنبال کنید. بدرود.